دارم برادر عزیز. ما خانه داشتیم، زندگی داشتیم، بزنس داشتیم، تجارت داشتیم. 273 میلیون 273 سال پاچایی کردن افغانا پشتونا، ما را در افغانستان دست نزدن. 20 ساله که شما آمدین خلق خانه های ما را، زندگی های ما را، کلشان ما را دست گرفته از افغانستان کشیدین. شما کشیدین. سنگ بابا ما یک خانه دارم، ما یک خانه در مزار شریف دارم در خدمت. ما را کشیدین. چرا نمیمانی که گپ بزنم؟ درد مرا چرا چرا سر پنشیری دفاع میکنی؟ پنشیری ها کسایی هستند که 32 مملکت خریدن، 32 ملیت خریدن. کل زمان شما پنشیری هستند. شما حق ندارن که گپ بزنین. شما ملیت های دیگه که ششتگی هستن حق ندارن که گپ بزنین. کل ملیت ها را پنشیر خریده. غیرت دارین، ننگ دارین، ناموس دارین. چرا سر پنشیر فخر میکنین؟ هر ولایت از خود نام داره، هر ولسوالی از خود نام داره، هر جامعه نام داره، هر طرف از خود داره. و آمد افغانستان از پنشیر هم کلام جای دیگه نیست. تعدادشان دو زمرد هستن. خب برو بگه وطن جور شد ما شما کل ما میرم از اون جمهور میگیریم. فرانسه فروختن، ناموس خدا برای فرانسه فروختن. برو گپ بزنین حالی. اصلا ما پیشی نیستم مثلا خدا بدونم، ما از افغانستان هستم. خیر هرپال عزیز دم جنرال صاحب سلام جنرال صاحب بزرگوار. خیلی امید دارم ما جواب همستنگ بابا رو توهین نمیدم نکن چند بار گفت برای فکر خودتان بگین.